ما دو دسته مربیان غیر آکادمیک داریم. اینو گوش بده، شاید جز یکی از این دو دسته باشی الان. من یه مربی هستم که هیچ اطلاعاتی ندارم، فقط 4 سال خودم تمرین کردم، دیدم بدن خودم خوب شده، حالا میخوام برم کار کنم. حوصله درس خوندنم ندارم. دو تا حالت دارم. من یه روی خیلی جسور و کله شق دارم، میرم تمرینای در حد مرگ رو طراحی میکنم میدم به شاگردم، یا میمیره یا خیلی خوب میشه. من میشم مربی خوبه. ببین فلانی چقدر شاگرد داره، چی کار کرده، تو 2 ماه یارو رو کوبیده ساخته. مگه فیلم هندیه که تو 2 ماه شما بکوبی بسازی؟ روی دیگر من آدم ملاحظه کاریه، میگه من تا کامل یاد نگیرم وارد مربیگری نمیشم. اگرم یه شاگردی میگیرم انقدر ملاحظه‌ش رو میکنم که نکنه خدای نکرده علنگوهاش بشکنه، انقدر ملاحظه میکنم هیچی نمیشه، از این ور بوم میافتم. چرا؟ چون توان تشخیص اون قسمت بالای نمودار رو ندارم. من میخوام به این برسیم بچه‌ها. تشخیص بدی کجا داری اون مرز رو رد میکنی.